بنده مولوی بحرالدین جوزجانی از ولایت جوزجان و مملکت جهادی افغانستان هستم. چه مذهبی؟ البته حنفی سنی. حنفی سنی. اینجا تو حرم امام حسین چی کار میکنید؟ ما به خاطر این که امام حسین رضی الله تعالی عنه سلام الله علیه نواسه گرامی پیامبر معظم ما صلی الله علیه وسلم است، ما برای زیارتش شرفیاب شدیم و به زیارت سید ما حسین سلام الله علیه. این بار دوم ما که به زیارت سید ما، مولای ما، شیخ ما، دردانه رسول الله صلی الله علیه و سلم و مادر ما بیبی فاطمه رضی الله تعالی عنها مشرف میشیم و با آستانش میرسیم، زیارت میکنیم. وقتی میایین داخل حرم امام حسین و این اشتیاق و این زائرین رو میبینید، این شلوغی رو میبینید، این همه عشق و محبت رو میبینید، چه حسی بهتون دست میده تو حرم امام حسین؟ امام حسین رضی الله تعالی عنه فراتر از ملت ها، فراتر از مکتب ها، فراتر از مذهب ها، فراتر از کشورها، الحسین یوحدنا، فراتر از یعنی اون چیزی که ما تصورش را میکنیم، ملت های مختلف، فرهنگ های مختلف، پیروان مذاهب مختلف، حتی غیر مسلمان ها اینجا می آیند و زمان ما میتونیم به عنوان یک ملت اسلامی، امت اسلامی دور همدیگر جمع بشیم. اون ممکنه با محبت حسین، با نشر محبت و حب امام حسین رضی الله تعالی عنه سلام الله علیه، چرا که باب رسیدن به پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم، یعنی دروازه محبت پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم، دروازه دق الباب کردن باب حسین است، زدن دروازه حسین است، یعنی اعتقاد و رسیدن به معرفت الله جل جلاله و محبت الله جل جلاله و بابش محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی این آسان ترین راست. یعنی اعتقاد دارید به این که الحسین یوحدنا و محور وحدانیت و یگانگی مسلمانان امام حسینه. بله. و خاندان رسول الله. بله. بازم شما میاد کربلا؟ ما از خدا اینو بارها خواستیم که الله تبارک و تعالی با ما توفیق شرفیابی در مکه مکرمه، مدینه منوره، کربلای معلا، نجف اشرف و سایر آن مقدساتی که شعائری که ما در عالم اسلامی داریم، الله به حضور یاب شدن به ما نصیب بکنه. در نجف چه حالی داشتین؟ در حرم آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب این چیزی نیست که ما بتونیم با زبان بر دیگران بفهمانیم. هر کی اشتیاق فهمیدنش را داره خودش حضور پیدا بکنه. حستون خوب بود؟ بله الحمدلله. مثل حس توی کربلا. یعنی حس ما در نجف، حس ما در کربلا، حس ما در بغداد، حس ما در سامرا، در تمام زیارت هایی که رفتیم الحمدلله، از هر باغی، از هر بستانی یه چیزی برای آدم، یه عطر، یه بوی حاصل میشه. ولی کربلا جای دیگری هست که همه انشاءالله توفیق شرفیابی و رسیدن به کربلا را پیدا بکنن انشاءالله. چقدر تحقیق کردی، مطالعه کردی در رابطه با اهل بیت پیامبر، در رابطه با، به هر حال شما مولوی هستید، سطح بالایی از دروس حوزه رو خوندید و چقدر تحقیق کردید در رابطه با حقانیت اهل بیت پیامبر، خصوصا امام حسین علیه السلام و ظلمی که به ایشون شده، ظلمی که به پدرشون امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام شده، و چقدر به نتیجه رسیدین در رابطه با حقانیت اهل بیت پیامبر؟ اگر انسان برخوردار از نبوغ معرفت وحی الهی باشه، قرآن را خوانده باشه و برخوردار از ذخیره احادیث گوهربهار پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم باشه، دیگه این حقانیت پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم و اهل بیت پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم، یاران و اصحابش را معرفی میکنه.